برنامه تلویزیونی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجرکن منظورتون است. در سوزی با شما مهندس ارکان مولایی و کارگردان اسماعیل جان خلافی باشه. اینا در برنامه ما تماشا کنید. تشکیل و در سطح بلند گذراندن جلسه‌های هفته‌واری مقامات اجرایی حاکم دولت شهر و در آنها مورد محاکمه قرار دادن مسائل مهم به حکم عنعنه درآمده است. گزارش ما از جلسه نوبتی تهیه شده است. در مجلس هفته‌واری مقامات اجرایی حاکم دولتی که اون تحت راهبری اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالق‌زاده عبدالخالق برگزار گردید، رفت اجرای سپارش‌های هفته گذشته داده شده از مسئولان در همسط پرسیده شد. در مجلس نخست مدیر شعبه عمومی مقامات اجرایی حاکم دولت شهر خیرنسا فتح‌الله‌ایوا از جریان تامین بندهای علایدی سپارش‌های داده شده اخبارات داد. سپس اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالق‌زاده عبدالخالق از هر یک مسئول مستدی مقامات اجرایی حاکم دولت شهر و راهبران کارخانه تشکیلات پرسش به عمل آورده بعضی اراده‌های خویش را جهت پوره اجرا نشدن سپارش‌ها و کشاکاری در این سمت بیان داشت. از جمله تاکید گردید که با وجود به فعالیت شروع نمودن کارخانه از کار مانده چاره‌جویی خیلی کم به نظر می‌رسد. در ادامه جلسه مسئله اجرای نقشه انداز و کمبودی‌های مسئولان علاهده کارخانه تشکیلات مورد گفتگو جدی قرار گرفته. راهبران در همه سطح آگاه کرده شدند که آنها نباید فراموش سازند که انداز بقای دولت بود و امروز هم بقای دولت است. خالق‌زاده عبدالخالق بعداً از مسئولان سایر کشاورزی جریان کارهای صحرایی از جمله شدگاری زمین‌ها، کانال تازه‌کنی و غیره را پرسان شده وظیفه گذاشت که هر یک کارمند ساحه باید فراموش نسازد که پنجرکن منطقه اگراری است و رشد سایر کشاورزی باید همیشه در مد نظر گذاشته شود. در ادامه جلسه مسائل برقرسانی، معرکه نهادشناسی، آبادانی راه‌ها، حالت تازگی آبادانی شهر، مشکل‌های مهاجرت مهنتی، ساحه‌های فرهنگ و معارف، شعبه کاربازان و عائله، بخش جوانان، تنظیم عنعنه و جشن مراسم محاکمه و اجرای وظیفه‌های به میان گذاشته شده راهبری مقامات اجرایی حکم دولت شهر پرسیده شد. در جلسه خالق‌زاده عبدالخالق پیشنهاد داشت که ملاقات رئیس شهر با صاحبکاران بننگ و ناموس پنجرکن که در خارج کشور قرار دارند و عزم برای آبادی دیار می‌نمایند طریق آنلاین تشکیل کرده شود. در خاتمه اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالق‌زاده عبدالخالق جریان آبنا با مطبوعات دبیرا جدی مورد محاکمه قرار داد و اظهار باور نمود که راهبران در همه سطح از ایرادهای بیان شده خلاصه برآورده برای اجرای دستور سپارش‌ها بیشتر مسئولیت احساس خواهند کرد. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجرکن عبدالخالق خالق‌زاده با مقصد شناسایی با پایگاه باستانشناسی سرعزم اینجا تشریف آورده بعضی ایرادهای خویش را اطراف مسائل آبادانی بیان داشت. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالق‌زاده عبدالخالق با نماینده‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجرکن با پایگاه باستانشناسی سرعزم تشریف آورده از وضع امروزی آن آگاه گردید. ضمن بازدید از این یادگاری تاریخی خالق‌زاده عبدالخالق جهت وسعت دادن کارهای آبادانی در این پایگاه به یک موضوع تماشاباب تبدیل دادن آن آماده نمودن شرایط‌های سازگار برای سیاحان به کارمندان پایگاه دستور و سپارش‌ها داد. همزمان اجرا کننده رئیس شهر خالق‌زاده عبدالخالق ورود آثارخانه سرعزم گردیده از مدنیت مردم کشاورزی مقیمی از بازیافت‌های هنرمندی معبد و تالار عبادتگاه از نزدیک شناس شد. دیرکتور پایگاه باستانشناسی سرعزم نورینیسا خدایار و دایره کارهای انجام رسانیده در جشن 5500 سالگی سرعزم باستان معلوماتی مختصر داد. مقامات اجرایی حکومت دولت دولت سوخت و مناسبت تجلیل جشن 5500 سالگی روی یافت از 3 تالار نمایشنامه، 2 تالار قبول زمانی هر دو مشاهده‌های علمی بنفشه گرفته شده است و همزمان در قسمت کارخانه‌اش 3 آزمایشگاه، 2 بایگانی و 3-4 حجره‌های کاری
در قسمت پایانش бостоншиноси шинохта номзади илмҳои таърих абдурауф разуқов аз рафти корҳои бостоншиносӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳрро ошно сохт. холиқзода абдухолиқ дар ҷараёни боздид аз пойгоҳи бостоншиносии сараз ба мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен Фирӯз Бобоев супориш дод ки бо мақсади баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии ҷавонон онҳоро ба ташриф овардан ба мавзеъҳои таърихӣ аз ҷумла пойгоҳи бостоншиносии сараз ҷалб созад. воқеан дар доираи татбиқи иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Имомалӣ Раҳмон оид ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пойгоҳи бостонии саразро ба як мавзеи зебои тамошобоб табдил додану диққати сайёҳони ватаниву хориҷиро ба он ҷалб намудан айни муддао мебуд. барномаро идома медиҳем. вобаста ба дастур супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳр ва саҳмгузории кормандони ҷамъияти самоии кушодаи шабакаҳои барқии Панҷакен ба маҳаллаи навбунёди Саразмду хатти барқ ва оби нӯшокӣ оварда шуд. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. ба маҳаллаи навбунёди Саразмду омада сокинони ин минтақаро шоду масрур дидем ва ин хушнудиро сабаб гузоштани трансформатор ва каштаовардани хатти оби нӯшокӣ буд. از نام خلق همینجا منتداری خود را اظهار می نماییم که از تا همین دوره همه خلق در همینجا از جهت سویت آب بسیار تنقیصی میکشیدند. رحمت به پیشوای ملت و رئیس شهر که با امکانات همین ها سویت اومد آب اومد. Prezident babamızga rahmat ki mana shunday go'zallarimizni svet olib kelib tashkil qildi. Mana yo'l masalalari ko'rib chiqilib, yo'lga asfalt to'kilyapti hozir. Vodoprovodlardan suv chiqdi. Mana shuning uchun minnatdorchilik beramiz hokim babamizga ham, janob oliy prezidentimizga ham minnatdorchilik bilamiz. Rahmat hammalaringizga. از نام خودم و از نام کل مادران اینجا minnatdori خود را به جناب عالی بیان می‌نمایم. من minnatdori خودم را خصوصا اول به جناب عالی دوم به رئیس شهر پنجکین minnatdori خود را بیان می‌نمایم. در همایش مردم که اینجا بخشیده به گذاشتن ترانسفورماتور برگزار شد، معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده سخن گفته با مورد تاکید داشت که حل مشکلات مردم و تامین روزگار شایسته همیشه در مد نظر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان قرار داشت و امروز هم قرار دارد. کارها بابت کشیده آوردن خط برق و آب نوشاکی به این موضوع نیز از همین سیاست سرچشمه میگیرد. محمد صادر سفرزاده همزمان گفت که مقامات اجرایی حاکم دولتی با رهبری اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالقزاده عبدخالق و روی بنیاد دیگر انشاءات مدنی معیشتی در این منطقه نقشه دارد و آنها البته عملی خواهند شد. آن روز کارمندان جمعیت سهامی کشاده شبکه برق پنجگی نیز خوششون از آن بودند که کار خیر و عمل ثواب را در این منطقه انجام دادند. با دستور سپارش‌های بی‌واسطه خردمندانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم امامالله رحمان در یک محله که تا امروز اهالی از نبودن برق، راه و آب اذیت می‌کشیدند، با دستور سپارش‌های بی‌واسطه اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکین محترم خالقزاده عبدخالق سنابر کارمندان شبکه‌های برقی پنجکین توانستند که در یک مدت کوتاه مسافه نزدیک 2 کیلومتر خط برقی 10 کیلوولت گذاشتن نقطه ترانسفورماتوری 400 کیلوولت آمپر به موضع نوبنیاد سرازدو دسترس نمایند. باید تاکید ساخت که مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی با رهبری اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خالقزاده عبدخالق هنوز از روزهای اول توجه به بهبود ساختن روزگار مردم، حل مشکلات اجتماعی آنها بود و این همه سخنان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان را تصدیق می‌نماید که گفته بودند مردم برای حکومت نه بلکه حکومت برای مردم است. ساکنان شهر دهوتی پنجگین خوشنودی از آن دارند که اعتباراً از 10 دکبر سال روان محدودیت نیروی برق در کانال‌های جمهوری برداشته شد. مصاحبه ما در همین باره داشته است. حکومت کننده شهر پنجکین سنجینوف جمع‌بای ما باید برق را ثمرناک استفاده بریم، بیهوده برق را نسازیم.
من از شهروندان التماس میکنم که در وقتی استفاده بری برق همه وقت با قاعده های ضد سوختار رعایت کنند، زیرا امروز بسیار شهروندان ما از در نتیجه ندانستن قاعده استفاده برق و بسیار دشواری ها دچار شده ایستادند. من البته از این غمخواری و تشبث پیشوای ملتمون به نهایت منت دارم. رحمت به راهبرانی که امروز به مردم ما غمخواری کرده درباره ثمرناک استفاده بردن نیروی برق تمام حصه خود را گذاشته ایستادند. ما شهروندان باید به این قاعده و قانون رعایت کنیم. در طور خودی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر جلسه با اشتراک کارمندان ساحه مالیه برگزار گردید که در آن نتیجه سنجش گروه کاری از ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کورپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت محاکمه شد. گروه کوری از نمایندگی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با پنجکن تشریف آورده طی 45 روز مجموع تشکل و اجرایش بودجت شهر پنجکن را در سالهای 2018 و 2020 سنجیدند. وابسته به نتیجه سنجش در طول خورد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن با اشتراک معاون سردار بخش یکم شعبه نظارت دولتی مالیوی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت نورمنزاده عبدالقهار نبی جلسه دایر گردید. جلسه را معاون یکم اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکن محمد صادر سفرزاده افتتاح نمود. سپس نورمنزاده عبدالقهار از نتیجه تفتیش اجرایش بودجت شهر پنجکن در سالهای 2018-2020 گزارش داد. ضمن تهیه لایحه بودجت شهر اجرای با صفت قسم درآمد و خراجات آن و مبلغ‌گذاری سمت خراجاتی و کمبودی و نارسایی مالیوی راه داده شد. نقشه درآمد بودجت شهر در سال 2018 با نظر داشت تغییرات اضافه ها و مبلغ 122.9 میلیون سومانی یا 103.9% اجرا گردیده. مبلغ گذاری قسم خراجات آن 125.7 میلیون سومانی یا 97.8% تامین کرده شده است که در قیاس با نقشه تصدیق شده 3.1% یا 3.8 میلیون سومانی زیاد و نقشه انیق شده 2.2% یا 2.8 میلیون سومانی کم می باشد. نقشه سجده‌کنی به بودجت جمهوری به قدر 40.5 میلیون سومانی یا 98.5% و به بودجت ولایتی 97.4 میلیون سومانی یا 112.3% اجرا گردیده است که نسبت نقشه تصدیق شده متناسباً با مبلغ 608,000 سومانی کم و 10.7 میلیون سومانی زیاد می باشد. با مقصد اجرای با صفت نقشه قسم درآمد بودجت محلی در سال 2018 موافق قرارهای رئیس شهر نقشه انداز از فایده شخصان حقوقی 920,000 سومانی، انداز یگانه 414 سومانی، نظام سوده کرده شده اندازبندی 568,000 سومانی، انداز از صاحبان واسطه نقلیات 200,000 سومانی و دیگر پرداخت‌های حتمی محلی 350,000 سومانی جمع با مبلغ 2.5 میلیون سومانی کم و با همین مبلغ انداز زمین از شخصان حقوقی 150,000 سومانی، رایالتی برای استخراج 1.7 میلیون سومانی، انداز از واسطه نقلیات 100,000 سومانی، باج دولتی 200,000 سومانی و دیگر پرداخت‌های غیراندازی 300,000 سومانی زیاد کرده شده است. نوابسته از وارد نمودن تغییرات‌ها نقشه انداز از درآمد با مبلغ 33.7 میلیون سومانی پیش بینی گردیده در اصل 29 میلیون سومانی یا در حجم 85.9% اجرا شده است که با بودجت 4.7 میلیون سومانی کم مبلغ وارد کرده شده است. تحلیل تشکل نقشه خراجات بودجت محلی در سال 2018 نشان داد که بنابر سبب زیاد شدن مزد مهنت در ساحه‌های اجتماعی تغییرات‌ها وارد گردیده سمت خراجاتی همه ساحه‌های دیگر نیز زیاد کرده شده است. حصه خراجات ساحه‌های اجتماعی یعنی معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی اهالی، فرهنگ و ورزش در حجم عمومی مبلغ‌گذاری‌های بودجتی
116.4 میلیون سومانی یا 92.6%. از این حصه خراجات ساحه معاری 73.4 میلیون سومانی یا 58.4% و تندرستی 36.4 میلیون سومانی یا 28.9% جمع 87.3% را تشکیل نموده است. در ترکیب خراجات‌های بودجه محلی در سال 2018 هم حصه مزد مهنت 86.8 میلیون سومانی یا 69.1% و مبلغ جداکنی برای احتیاجات اجتماعی 21.4 میلیون سومانی یا 17% در حجم 86.1% برابر می‌باشد. گرچه در سال 2018 نقشه قسم خراجات بودجه محلی پورا تامین نشده باشد هم، ولی از گروه‌بندی وظیفوی بودجتی، ساحه‌های فرهنگ و ورزش و دیگر خراجات‌ها به اندازه 100% مبلغ گذاری شده است. قید نمودن ضرور است که بنابر سبب درست تهیه نگردیدن نقشه قسم خراجات بودجه محلی در روند اجرای بودجه ضروریت تغییرات‌های داخلی ساحوی گروه‌بندی اقتصادی بودجتی به میان آمده. در سال 2018 در اساس فرمایش‌های ریاست مالیه در 6 حالت و مبلغ 132,700 سومانی تغییرات‌های داخلی ساحوی و در 8 حالت و مبلغ 318,000 سومانی از مدت به مدت تغییرات وارد کرده شده است. نقشه درآمد بودجه محلی شهر با نظر داشت تغییرات علاوه در سال 2019 و مبلغ 148,200 سومانی یا 102% اجرا گردیده. مبلغ گذاری قسم خراجات آن 148.9 میلیون سومانی یا 98.8% تامین کرده شده است. در قیاس با سال قبلی نقشه و اجرای بودجه محلی متناسباً 23 میلیون سومانی و 21.2 میلیون سومانی افزوده است. اجرایش نقشه درآمد بودجه محلی شهر در سال 2010 نسبت سال 2018 به مبلغ 25.3 میلیون سومانی یا به اندازه 20.6% افزوده است. نوابسته از حجم اجرای نقشه درآمدهای جاری، اجرای صفتناک آن پوره تامین کرده نشده است. همزمان باید قید نمود که در دایره نقشه تصدیق گردیده از روی نمودهای انداز در نقشه نامگوی اندازها تغییرات‌ها وارد کرده شده است. در سال 2019 نقشه جداکنی اندازه با بودجه جمهوری به قدر 48.8 میلیون سومانی یا 94.5% و با بودجه ولایتی 152.1 میلیون سومانی یا 114.2% تامین کرده شده است. موافق معلوماتنامه ریاست مالیه به حالت 1 ژانویه سال 2020 خزاری مؤسسه‌های بودجتی محلی شهر از روی مزد مهنت انداز از درآمد پرداخت‌های اجتماعی وجود ندارد. گرچه که نقشه قسم خراجات بودجه محلی پوره تامین نشده باشد هم، ولی از روی گروه‌بندی وظیفوی بودجتی اجرایش خراجات‌های ساحه‌های خواجگی منزلی کمونالی، معارف و فرهنگ و ورزش 99 تا 100% مبلغ گذاری کرده شده است. حصه خراجات‌های ساحه اجتماعی 116.4 میلیون سومانی یا 92.6%، 58.4% و تندرستی 36.4 میلیون سومانی یا 28.9% جمع 87.3% را تشکیل نموده است. мавсуф дар суханронияш қайд кард ки аз тарафи ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ дар рафти иҷроиши сметаи хароҷотӣ талаботи моддаи 54-уми қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи молияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон риоя нагардидааст. зимни тафтиши сметаи хароҷот дар 25 ташкилоту муассисаҳои давлатӣ 7 миллиону 702 ҳазор сомонии зарари молиявӣ ошкор шудааст. ҳамзамон зикр гардид ки дар 6 моҳи соли 2020 нақшаи ҳиссаҷудокунӣ ба буҷети ҷумҳуриявӣ иҷро шудааст. ба ҳолати 1 июни соли 2020 бақияпулиҳои андоз бо назардошти андози иҷтимоӣ 7 миллиону 136 ҳазору 300 сомониро ташкил карда, нисбати соли 2019 ва аввали соли 2020 мутаносибан 239,7 ва 38,8 ҳазор сомонӣ кам шудааст ки ин нишондиҳандаҳо қонеъкунанда намебошанд. сабаби таъмин нагардидани нақшаи воридоти андоз ин пеш аз ҳама аз тарафи ташкилотҳо ва субъектҳои хоҷагидор иҷро нагардидани ӯҳдадориҳои андозӣ мебошад. қайд намуд зимни гузориш Нурматзода Абдуқаҳҳор ва аз кормандони нозироти андоз даъват ба амал овард ки оиди иҷрои нақшаи андоз чораҳои зарурӣ андешанд.
تشکیلات شهری پنجکند حزب کمونیست از وفات سابقداری حزب ساکن شهر پنجکند ستار مبارک اندرکین بوده به اهل اویله و خویش و اقربای شادروان همدردی بیان میکنند. بینندگان گرامی، حالا باشد به دو اعلان توجه نمایید. هر یک تشکیلات کارخانه و شهروندان در حالت سوختار، آفت‌های طبیعی، حادثه‌های ناخوش و دیگر ظهورات غیرچشم‌داشت آسیب‌پذیر می‌باشند. بنابراین همکاری و داشتن پلیس سهولت‌طبی تاجیک سهولته در حالت ضرر دیدن، ضررهای رسیده را در اساس معیار سهولت‌طبی تأمین می‌نماید. چند حادثه سوختاری که در قلمرو شهر و دهاتی پنجکند به عمل آمد نشان داد که با سبب نداشتن پلیس سهولت‌طبی آنها از گرفتن تلافی سهولت‌طبی بی‌نصیب ماندند. فردی مشخص برای منفعت دولت حصه می‌گذارد و دولت منفعت شخص مشخص را حفظ می‌کند. سهولت یک عامل مهم رشد اقتصادی و اجتماعی بوده و رویه انسان‌دوستانه یک کس برای همه و همه برای یک کس حصه می‌گذارند. مأموریت فیلال کارخانه واحد دولتی تاجیک سهولته باری دیگر با توجه راهبران تشکیلات کارخانه‌ها، صاحبکاران و تاجران و شهروندان مراجعه می‌نماید که با فیلال کارخانه واحد دولتی تاجیک سهولته در شهر پنجکند شرطنامه‌های همکاری به امضا رسانند و در حالت به عمل آمدن حادثه‌های غیرچشم‌داشت از تلافی سهولت‌طبی بهره‌ور گردند. تاجیک سهولته کفیل جبران ضررها و مددکاری شما در حالت‌های فوق‌العاده می‌باشد. همکاری با فیلال کارخانه واحد دولتی تاجیک سهولته به منفعت شماست. نشانه ما شهر پنجکند، کوچه شهری، رقم 28 خبر سیمی بینایی کشاورزی. تلفن ها برای تماس 5 22 18 92 998 68 68 5 24 13 92 606 63 93. باری دیگر رقم های تلفن را تکرار میکنند. 5 22 18 92 998 68 68 و 5 24 13 92 606 63 93. باز یک کلامی دیگر. با معلومات ساکنان شهر و دهاتی پنجکند رسانیده می شود که برای کارکرد و کشتکاری زمین‌های در نزد ساحل دریای زرافشان بودگی جماعت دهاتی لایق شروی دهه خیسر کتابه زمین‌های ذخیروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند می باشد کشتی شده و شنیدن نهال حقوق برای مانده می شود. خواهشمندان می توانند دائر به مسئله مذکور و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند مراجعه نمایند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و خانواده را خواهانه تا برنامه دیگر شادی پیروز باشید. خیر.